نه نخریدم خاله. اون برات خریده دیگه نگید دیگه اون برات خریده. خسته نباشید. سلامت باشی. بش. الان اینجوری میگردم اینا برمیگم مثل این کارت غیبش زده. ببینیم که پیدا میتونیم یا نه. چه جوجه قشنگی. ننش. دوستان اینجا داریم ستون درست میکنیم. باوسه چوبات میزنیم. دوستان عزیز کلی بلوک اومد. همین رو خاکش کرده. دوستان داخل این باغ چه جوجه قشنگی. ننش. الان میخواد بیاد با من دعوا کنه. این جوجوی ما هم رفته چند تا خوابیده 10 تا 12 تا گذاشتیم الان میگه 5 تا مونده انگار موشا اومده همه رو برده. کجا میرین؟ کاش دربچه‌ی ما انقدر بزرگ بشه خدا. دوستان عزیز ما همچنان داریم صفات میبریم از این قسمت که اون باشیم چون قراره پوکه بیاد دیگه با ما باشیم تا دمت که دوستان من کارم تموم شد و دارم میرم به سمت خونه. امروز مهندس کارتشو به من داده بود که برم خرید کنم. الان اینجوری میگردم اینا رو برمیگم مثل این کارت غیبش زده. ببینیم که پیدا میتونیم یا نه. خیر انشالله. میرویسجان هم کارش تعطیل کرده. بریم دوستان میرویسجان هم برداریم. شاید هم همینجا ببینیمش یه دفعه. سلام. خسته نباشید. سلامت باشی. بش. کارمون زیاد بود. بلوک اومد، سفال جا بجا کن، دیوار ما هم کارمون زیاد بود. آره دوستان دیگه خدا شکر تموم شد. الان بریم به سمت خونه. کارت مهندس رو گم کردم. چرا؟ رفتم گچ بگیرم اومدم رفتم نون بگیرم اومدم گم کردم دیگه. بهش گفتی؟ آره. همونجا باطل کنم. نه بس باطل نیست. این کارت نیست اینترنتی باشه که باید بره بانک. حالا بریم آخرین جایی که وایسادم کار داشتم نونوایی بوده. همون شاید نونوایی گذاشتی؟ نه نمیدونم احتمالا از تو ماشین افتاده. والا میرون نگاه میکنیم. یه ساعتی میشه که آمدیم خونه دوستان. سلام بزرگ دلم. امیدوارم هر جا هستین سالم باشین خوب باشین سلامت باشین دیگه. بعد از این بچه ها اومدم منم یه خورده خسته بودم خسته دیگه امروز کار نکردم ولی همون ننها از این که نشستم 3 ساعت و نیم فقط به همون ننها بودم کمرم دیگه قوز در آورد. خسته نباش. به خاطر همون زنان دیگه منم یه چرتی دراز کشیدم و یه نیم ساعتی یه خواب خرگوشی گرفتم بلند شدم دیگه. من الان گفتم بریم یه چای بخوریم و بریم اون کابینتا رو جابجا کنیم زیراشو بشوریم چون دیگه میخوایم میز همینجا باشه دیگه میز نبریم اینجا باش. یه چای بخوریم من تو برنامه چیز رو انجام بده بریم یه تیکر انجام بدیم جمع جور کنیم چون احتمال بارندگی هسته. حالا این نداره بارندگی ولی از اینی که چیز ماشینتون جایه چادر ماشینتون فرشه همون اونجا اونا رو خورده جمع جور کنیم. بینا میامدم بدون دیگه بیزم. آره دوستان روز مامون بنده خدا زحمت کشیده اون کارا رو انجام داده. بعد اون کابینت هم از وقتی که مبلا رو آوردم مبلا میگم صندلی پلاستیک رو آوردم اینور باید جابجا کنیم. خیلی کثیف شده خیلی خاک میاد امروز اصلا باد بود با خود یکی. چی؟ از اون نونوایی دیشب. آره ای کجه؟
تو یخچال که کسی نخورده باشه تو جا میوه‌ای. بچه با تالون تعطیل میکرد چرا تعطیل نکردن؟ یعنی از صاحب کارشون من نگه حساب کردم مال معصوم اضافه کاری کلا 400 تومن اضافه کاری. این 15 روزش میشه 9 میلیون. خب خب این 15 روز کار کرده، یه روز غیبت کرده، میشه 8 میلیون و 400 تومن. خب 350 تومن کلا به این اضافه کاری داده. واقعا نمیصرفه براشون. من نمیدونم چرا اضافه کاری اینقدر کم. چی بگم والا؟ یعنی 15 تا یه ساعت 15 ساعت میشه 350 تومن. آره دیگه ببین ساعت 75 دیگه. خیلی کم داده دیگه. خب اینو میتونه چیز کنن دیگه. حالا قرار بود امروز پیش بگیره بیاره ببینیم آره بررسی کنی بعد میتونی بفهمی که آقا چقدر مثلا زده براش. من نمیدونم نه دیگه الان اینجوری که میگم مال معصوم گرفتیم موقع شد. مرسی دوستان بفرمایید. مثلا الان یه سیخ کوبیده خیلی ضعیف و نمیدونم با کیفیت هم نباشه 150 تومنه 150. ما اضافه کار میکنیم حالا روزی همون دیگه تا 3 بودیم تا 3 بود نیم. بعد از اون به بعدش مثلا تا هفته اینا میشستیم 500 تومن 600 تومن اضافه کار میکنیم ساعت. علی مثلا نمیدونم برای چی نمیدونم والا معصوم 15 ساعت کار کرده اضافه کاری. حالا 2 روزش ساعت 3 اومده بقیه‌اش همش 4 تا 5 وایستادم. روزی 1 ساعت وایستادم. 13 ساعت هم که کار کنه 13 تا 100 تومن هم که 70 تومن هم که حساب کنه. بابا 70 100 چیه؟ باید ساعت بالای 100 خورده باشه. نه بابا ندادم. 100 تومن الان هیچ چی نمیشه. 8 میلیون و 790 تومن داده. آره دوستان حقوقش روزانه 600 تومن. آره من حساب کردم اضافه کاریشو کلا 450 490 تومن. میگم اون ساعت خونه فقط فایدهش برای عباسه، برای کسی دیگه هیچ فایده نداره. کارگر از این که ساعت 7 بره ساعت آزادش ساعت 75 تومنه همینجوری. آره دیگه منم میگم نه ندادم بهش. چی بگم؟ بیر خورشای تا هنوز که نیومدن. حالا بیان فیش رو ببینیم چی میگن. قرار بوده به امروز فیش بگیرن دیگه. آره بفرمایید. خلاصه دوستان مامان میگه این کابینت‌ها رو جابجا کنیم اینجا خود جا باز بشه. بخاطر ما صندلی رو بردیم روبروی خونه گذاشتیم اونجا میشه استفاده کرد ولی اینجا الکی فقط خاک میخورد. اصلا استفاده هم نمی‌کنیم. الان اونجا راحت میشه استفاده بکنیم. دست درد نکنم. ببخشید. چای می‌خوریم هستیم خانم؟ این سینی چای. سینی شکسته ظاهر داره باطن نداره. ماما این مثل کاشی اونه روش خوبه. اینو میدونی فقط برای دم دستی 2 نفره باشه زیاد به درد نمیخوره. اینو مامان تازه خریده. نه خریدم خاله. اما برات خریده دیگه نگی دیگه اون برات خریده. خیلی عالیه دستش درد نکن. فیلم ها اینجا این آنلاین میبینه دانلودش بعد کانال برات پیدا کنه. مثلا پشمال گرسنش. نه بابا الان چیز داری با دادم ولی با این حال همین شیر میکنه در جا گرسنش. گردن دادی بهش. فاطمه هم بهش آب گوشت. چی آقام؟ اصلا لباسا رو دیدی؟ دوستان عزیز دیگه آبجی فاطمه امشب میخواد ماکارونی درست کنه. بله دوستان پیازا میخورده سرخ شدن دیگه روغن اضافه میکنم و سیبزمینی اضافه میکنم. شب من بهش گفتم دوستان درست کنه و بخوریم دیگه. خیلی ماکارونی همونم بهتون نشون میدیم دیگه. ماکارونی خوشگلای خودم خریدم. از کجا؟ از بازار. خیلی باحالم. سیبزمینی رو بهش اضافه کردیم دوستان.
مثلا اینا ماکارونی خوشگل ما مثلا همین پیچیه و کیلویه اینا اه. فکر کنم 2 کیلو گرفتم خوبه دست رو نمون یه میذاریم کنار سفتم بهش رو بینه نداشت دوستان بهش بعد سویا اضافه میکنیم سویا معلوم حتی خود آبش میگیرم بله نه سویا که اضافه دوستان بهش بعد هویج اضافه کردیم میذاریم هویجا میکنم سفته بله بعد ادویه همونو میذاریم بله هویج چقدر خوشمزه بود بله دوستان امشب باز داشتم دل میخواد بره امشب خواهم برم خونه داشت مالک فردا نه پس فردا غروب میام خوش بگذارش هم بله یه بستن سفارش دادم قرار است فردا دستم برسه بله دوست ما هم باشید دوستان دیگه هویجامون قشنگ سرخ شدن میخوایم که بهشون رو اضافه کنیم من میگم اول ادویه‌ام اضافه کنم داشت پیازام یه خورده رنگ گرفتم داشتم با داداش عبدالله حرف میزنم در مورد یک موضوع مهم آره عبدالله حواس من خب این شرکت اصلا کار کردم رویش عوض شد آره بچه من رو دوست داره این داداشم بچه من ندارم از اتاق بودم بچه من عشقم همین الان دوستان دیگه برای آبجی فاطمه زرد شدم که اضافه میکنم چیکار آوردیم نمک ندادم نه؟ نه هیچ یادم رفت نه مزه کن نمک آبجی نمک اضافه میکنم بله صدای محصول داره بازی میکنه با پیشه این هم از مواد ماکارونی منتظر میمونیم تا چیز شه یکی این لیوان آب میدم چند دقیقه؟ دیگه میذارم چیز کنم آب ماکارونی رو میذارم آها بله دوستان ما هم رو باشید خیلی تشکر خوش کنم چقدر بد شده پیازمون باشین تو عزیز من یکی از دوستای مالک جان سرما خورده مریض حال شده تو خونشه بعد میخوایم ببریمش دکتر درمونگاه بعد یه خورده دیر وقت هم هست ساعت تقریبا 7 و 5 دقیقه است بریم ببریمش انشالله که هر زودتر بهتر بشه و بهبود پیدا کنه انشالله بله این هم سردخونه عمو عباس
دوستانم ورامین اومدیم بریم درمانگاه خیریه، اینجا بریم کارمون انجام بدیم. دوستانم درمانگاه خیریه که اومدیم. دوستان عزیز دیگه وقت شام شد و دیدیم که خالقینا دیر کردن، گفتیم که ما خودمون همینجا بخوریم چون که ساعت 9 ده. آره دیگه 9 نیمه دیگه. اینم از ماکارونی و دیگه نوشابه هم داریم امشب. نوشابه زیاد نمیخوریم، هر از گاهی یه بار آره. نوشابه کنیم. حالا امشب معصوم رو بخواهده بوده نوشابه نشی بگیره گرفت، اگر نه زیاد نوشابه نمیخوریم. نوشابه خور نیستیم دیگه. دوتا گربه اینم رفتم از بالا ماکارونی امشب واقعا به شدت چون خوشگل گوشنته. من که ماکارونی کلا دوست دارم، من فرق نمیکنه برام چه خام باشه چه. این پخته برای اولین بار اینجوری هپرنگ درست کردم. آره فاطمه رفته بود بازار سری آخری هپرنگ گرفته بود. بله دوست این ماکارونی من. نگاه اینم سس من. قشنگ اینجا حوادش میکنیم که به شدت آقا عبدالله اینجوری دوست. بله دوست با ما همراه باشید. دنبال تو اومدم. خانم لیلا نقابی داشتی دری چی رو داشتی باز میکنی؟ نه داشتم میکردم. میگم مشت امروز چیز نخوردیم که. چی؟ چای سبز؟ چای سبز نخوردیم. چای سبز دیروز هم رعیت بود دیگه بیا بخوریم. امروز دیدم دیر بلند شدی امروز. آره دیگه صبحانه خورده بودیم. آره دیگه نبود ما ناشتا میخوردیم. دیگه دوستان بفرمایید به ما یه ماکارونی که با ما همراه باشید. دوستان ما رسیدیم خونه بعد اینکه رفتیم درمانگاه اومدیم. بعد مامان بنده خدا زحمت کشیده. چی ماکارونی درست کردن؟ چه فاطمه زحمت کشیده. الان می‌خواستم بگم الان مامان زحمت میکشه برامون ماکارونی بذاره. ماکارونیش یه جوریه. ماکارونی این سری ماکارونیش ما قول خودم میگیم هپرنگ. ماکارونی هپرنگه. این به دل من که ننشسته اصلا. منم دوست ندارم از زیاد، ولی خب چون سلیقه فاطمه بود دیگه، چون خریدش هم فاطمه خودش انجام داده بود، از بازار گرفته بود یه بار. تستش خوبه. بخور. دست دادم. ما رفتیم داشتیم از چیز میومدیم درمانگاه. خب وسط راه دیدیم یه ماشین وایساده کنار، میگه آقا هندونه کیلویی 12,500. میریسی دیگه ادعاش میشه. رفت مثلا گرفت گفت رسیده. رسیده است. عالی. این اگه نبریم ضرر کرد. اینم انقدر رسیده که اگه دیده بشه وسط هندونه کلا دیگه خیلی رسیده به قول خالق جان. آره انقدر رسیده که آره. حالا نصفشو گذاشتیم خونه مالک جان، نصفشو مردیم اینجا. بزرگ گرفتیم ما. حالا ببین وسط بگو چی شد. چی شد؟ بنده خدا که هندونه میفروخت. ترازو رو گذاشته، بعد من نگاه میکنم خدا این چرا 15 کیلوه. بعد نگو سنگش بود. نه سنگین نیست که دیجیتالیه. منم پلاستیک برداشتم نمیدونم چرا 2 کیلو اضافه داره. من پلاستیک هم برداشتم 2 کیلو داره. گفتم آقا این 2 کیلو. نه داداش 200 گرمه. گفتم میشه اینو برام صفرش کنیم. مبلغ 190 تومن بود دیگه. پرداختی ما. بعد خاموش کرد، روشن کرد، صفرش کرد. بگو چند شد مبلغش؟ چه؟ 164. 190 تومن انقدر کم شد. آره. یعنی اگه حواسم سر اون قضیه نبود همینجوری عملا کیلویی 20 تومن با حساب میکرد. بذار اینجا. بعد اعصابش هم خورد شد. اون آبش میریزه، بذار اینجا. چشم. اون. بذار بغل سینی. عملا میخواست کیلو 20 تومن با اون حساب کنه. هیچ. حالا خوبه عقلت رسیده یعنی اینجور چیزا.
هوشیاری. دیدم گفتم آقا اینجوری آنی بیشتر چون نمیشه. داشت توی هندونش دوزی میکرد توی ترازوش از قصد نمیکنه. ولی دیگه خوب شد دیگه. اینو بذار باشه بخوری دیگه، اونو بذار توی آتش. من نمیخورم. برم چیزو بخورم. پمول درست کردم برای خودم. خیلی وقت پمول نخوردم. امروز رفتیم سر کار ما. اون شاهین بنده خدا اون رفته بود. من بودم با اوستا. تو کمک اوستا بودی؟ من کمک اوستا بودم. من اونجا ساعت 3 شد تعطیل کردم. اوستا هنوز بنده خداش کار می‌کنه. اوستا کنتراتی کارش دی. نه بابا بنده خدا کنتراتی کارش تموم شده. اونم روز مزده. نه اونم روی درباستی مونده. مهندس هم میاد یه جور اوردر میده. خود بدبختش مونده چیکار کنه. میگه من توی 20 سال کارگریم هیچ انقدر که اینجا اذیت شدم تو اون اذیت نشدم. استاد میگه بعضی موقع ضررها یادم میکنه توی زندگیش تاثیر منفی میذاره. میگه یکی از اون ضررها اینجا بود. گفتم چی بگم استاد من دخالت نمیتونم بکنم. من خودم اینجا کارگر سادم. اصلا کاری نیستم بخوام حرفی بزنم. ورامین رفتیم میدونش یه طرفه بود. سر میدون اصلی آره. شلوغ بود یه طرفه بود دیگه. من یه پای بدبختی خودمون به درمون قالصم. از کجا رفتی بالاخره؟ میدونی چیکار کردم؟ میدون چوبوری کجایه؟ اینجا دور زدم نزدیک چیز هست پلیس امنیت. اونجا دور زدم بعد اومدم بغل بازار موبایل. از بغل بازار موبایل یه کوچه بود. تو کوچه پس کوچه کردم خودم با نشان. بس دیگه نمیخواد بذاری اینجا نمیشه باز میریزه. خودم بلد نبودم با برنامه نشان پیدا کردم. دوستان این هندونه رو میبینید. ما اگه میخواستیم بذاریمش توی یخچال هم جا زیاد میگه هم به درد نمیخوره. اینجوری باز خیلی بهتره. تو این یخچال بذاریم یه بذار همین چه فرق. فردا خواستیم بخوریم راحت خنک. دیگه دوستان آخر شب شده. ما دیگه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. مراقب قلب‌های مهربونتون باشید. خیلی دوستتون داریم. امیدوارم که از ما حمایت کنید در این شب و روزهای سخت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اما بیا هندونه بخور. تنها بکنید نه من که نمیخورم. بیا. آره نمیخورم. منم ممنونم از همتون که همه جوره با ما بودین، هستین کنارمون، تنهامون نمیذارین. ولی بازم دعا میکنیم شما هم دعا کنین که انشالله خدا آرامش به درون زندگی همه برگردونه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.